کمتر مسئله رکعت ها رو نقل میکنیم در همین جا. عدد رکعت های نماز تراویح در نزد 4 مذهب 20 رکعت است. مذهب امام ابو حنیفه 20 رکعت میخونه، مذهب شافعی 20 رکعت، مذهب امام احمد 20 رکعت. سفیان ثوری این هم صاحب مذهب بود ولی مذهبش پهن نشد، 20 رکعت میخوند. داوود ظاهری این صاحب مذهب است، مذهب ظاهری امامش است داوود ظاهری، 4 رکعت میخواند. و مالک فی عهد قولیه و مالک در یکی از قولاش. مذهب مالک 20 رکعت بود، یک 36 رکعت شد با 20 رکعت شد. بعضی مالک ها امروز با 36 رکعت میخوانند. خلاصه در از امام مالک 2 روایت است، 20 رکعتش هم درست است، 36 هم. یعنی که ببینید قریب که میشود گفت مذهب 4 امام ها. و حضرت عمر یعنی که 20 رکعت اقرار کردند، صحابه ها انکار نکردند. سعید ابن یزید میگوید که كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه في شهر رمضان ب20 رکعه. مردم در زمان عمر ابن خطاب 20 رکعت نماز تراویح میخوانند. روایت بیهقی در سننش با اسناد صحیح. همین گونه یعنی روایت ها آمدگی است. بنابراین در این مسئله ها با همدیگر کشاکشی جنگ و جنجال نکنید و بهترینش این است که مسجدتون چند رکعت خواند همین قدر خوانید. اگر در یک کشوری باشید که مردمش 36 رکعت میخونند 36 رکعت خوانید، 20 رکعت خوانند 20 رکعت خوانید. یعنی امام مسجد چند رکعت خواند همین قدر خوانید. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند کسی که همراه امام نماز خواند تا برگشتن امام برای او نماز شب نوشته میشه. در مسئله های یعنی که رکعت ها اختلاف ها هست، لیکن این اختلاف ها هیچ گپی ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم تحدید نکردند. یعنی از جانب الله تعالی و از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم حدی محدود نیست که فلان رکعت خوانید و از وای زیاد یا از وای کم نخوانید نیست. از زمان حضرت عمر رضی الله عنه تا زمان ما تا جایی که میدانیم مکه و مدینه 20 رکعتی میخواند نماز تراویح در 2 حرم، در حرم مدینه و در حرم مکه طبق مذهب امام ابو حنیفه و شافعی و احمد و طبق مذهب مالک به یک قول 20 رکعت میخواندند. لیکن از سالی که بیماری کووید 19 پیدا شد تا امروز 10 رکعت خوانده ایستادند. یعنی که این در تاریخ هست. من 4 سال است 2019 2020 21 22 23 امسال من نمیدونم امسال من این شب چند رکعت میخونم. 4 سالی گذشته 10 رکعتی خواندم. لیکن همون یک پاره، همون یک جز در 20 رکعت میخونه، یک جزء قرآنه. امروز در 10 رکعت خونده ایستادیم. 3 رکعت ویتر کردی 13 رکعت میشه. خب خلاصه بنابراین بعضی علما رحمت الله علیه گفتن که نمازگزار میتواند له ان یصلی 20 رکعه، میتواند 20 رکعت خواند کما هو المشهور من مذهب احمد و شافعی. خیلی که این مشهور است در مذهب احمد و شافعی و امام ابو حنیفه. و له ان یصلی 36 کما هو مذهب مالک. حق دارد که 36 رکعت خواند، خیلی که مذهب مالک است. و له ان یصلی 11 رکعه. حق دارد که 11 رکعت خواند. و 13 رکعه. حق دارد که 13 رکعت خواند. و در آخرش دارن که و کلون حسنون، همش خوب است. مقصد همین که شما شبهای رمضان در پیشگاه الله تعالی با خشوع و خضوع ایستید، الله تعالی رو یگانه پرستش کنید. مقصد رکعتانه بگذار 100 رکعت خوانید. چند رکعتی که میخوانید اجازه ده. شریعت حدی محدود نگذاشته است. یعنی که خیلی که گفتیم لیکن همراه امام خوانید بهتر است. یعنی امام مسجدتون 4 رکعت میخواند همین قدر خوانید. ویتر هم همراه امام خوانید خوب است. الله اعلم.